عجب زمان و روزگاره بود. باغ داشتیم، راغ داشتیم، مال داشتیم، حال داشتیم. در باغ همه درخت زردالو بود. زردالوی بادام خیلی خوشمزه. ولی در باغ ما نه. پدرم پیوندگر بود و مادرم همیشه از او خواهش میکرد که در باغمان زردالوی بادام پیوند کند. پدرم همین کار را کرد. زردالو 1 ساله شد. 1 صبح بهار بود. از خواب برخواستم، مادرم را پیدا نکردم. دنبالش آمدم. زیر حالک زردالو که غرق گل بود نشست، با محبت به مغزه هایش چشم دوخته بود. شرفه پام شنید که پس نگاه کرد و گفت: اکنون من هر سال برای تو از میوه این زردالو خواهم فرستاد. دهانت را شیرین میکنی. امروز این نهالک کوچک بزرگ شده است. شاخ و برگ دوانیده است. هر سال میوه های فراوان میدهد. اما تا هنوز من طعمش را نچشیدم. آچه، زیرا تو برایم نفرستادی. تو به وعده‌ات وفا نکردی. آچه، به قریبی یک شعر چشمم افتاد از استاد عزیز عثمانی سبز. فکر کردم که در خورد حیات من است و این شعر با آهنگ در آوردم. این لحظه میخوام برای شما تقدیم دارم. خوش آمدن مادران عزیز. لختی جگرم شده است بیاناچه، هر چیز بگویی بکنم جاناچه، هر چیز بگویی بکنم جاناچه. از دست زمانه به مهر و وفا خون میچکد از دیده عثمان آچه، خون میچکد از دیده عثمان آچه. از دست زمانه به مهر و وفا خون میچکد از دیده عثمان آچه، خون چکد از دیده عثمان آچه. به زوال یاچه، زردالوی بچه در چی حال یاچه، انگوری سیاهی گوشه با میپده، شهد است دلم بران کشال یاچه، شهد است دلم بران کشال یاچه. دهنم دانی حال سبزی باغی پدره، این گونه به باغی که نیحال یاچه، بر مردم میره گذر بگو نگذرم، بشکستن شاخی تر اوبال یاچه، بشکستن شاخی تر اوبال یاچه.
حسرتی فرزندی پدر میسوزد باور بکنه دایما غمناکم از دوریشان شام و سحر میسوزد از دوریشان شام و سحر میسوزد زردادی دلم زیرنگی زردی پدرم خونابه شده از این هجری رویش جگرم غم دارم و دل شکسته و حیرانم در ملک غریبی یک کسی در بدرم در ملک غریبی یک کسی در بدرم